من با تمام حسم حس کردم آفرین دخترای با سواد که میدونن. خب استاد ترسونزاده که استاد وطنداری ما است، در تاریخ خلق ما ترسونزاده همچون بزرگترین وطنسرا مشهورن و ما میدونیم که ترسونزاده چقدر وطن رو دوست می‌داشتن. استاد ترسونزاده بزرگترین و مشهورترین تاجیک عصری 20 هستند. یعنی که اگر در خارجه در جهان می رفتن همه جا، حتی در بسیار سرحدهای دولتی ترسونزاده که می آمدن اصلا پاسپورتشون نمی پرسیدن، گفتن گذارید شما ترسونزاده ما میدونیم. مثلا در هندستان می رفت، پاکستان، افغانستان، هر کجا. استاد میگفتن که شهروندی جهان. نبیل ترسونزاده بود شهروندی جهان و از بس که سفرهای زیاد داشتن یکی از لقبهاشون بود توریست، سیاح. دوستاشون میگفتن که این سیاح هست، این نیست در تاجیکستان. خودشون در شعر وطن گفتن اگرچه بارها افتادم از یار و دیارم دور، دوامش چی بود؟ با سیاحی مرا کردند گرچه دوستان مشهور. یعنی که نامشون سیاح بودند. وقتی از سفر میاد استاد باقی رحمزاده میگن ها توریست اومدی باز تاجیکستان، یعنی که اون کسا میفتن مهمانی آمد از تاجیکستان و شهروندی جهان و یکی از شهروندهای بزرگ SSR از نام کشور بزرگترین جهان در کشورهای دیگر رفته برآمد میکردن، اینم خیلی گپ میزدن، سیاست دولتی دوستانه SSR رو جهانی میکردن. ولی استاد ترسونزاده در آخر عمر در داستان جان شیرین، داستان هم میدونه بخصوص زنها هر یکشان جان شیرینی مردای خودشون هستن. خلاصه در داستان جان شیرین ولی ما تصور میکنیم یک داستانی بحثی استاد با همسرش هست، یک داستانی زندگی خودش هست. نه، در آخر همین داستان جای عجیبش هست، گوش میکنه. خب در آخر همین داستان استاد ترسونزاده یک رجوع درباره همین مسئله مهمان میکنه. رجوع میگن که آمدم بر تاجیکستان عزیز تا ببینم روی یاران عزیز، تا برایم بر سری کوهسارها. دوامش چی است؟ سیر بینم کشورم را بارها، تا کنم تعظیم همچون پختچین، چارقد گردیده بر سوی زمین. خب حالا کن بینید این یک شعری چقدر معنای عجیب داشته است. راننده استاد ترسونزاده در نقلشون گفتن که وقتی استاد از سفر می اومد در فرودگاه بعد یک ماه در امریکا و اروپا گشتن، بعد راننده می گفتن که معلم کجا های کنم، خونه های کنم، ماشین گفتن نه خونه نمیره، اول میرویم بالای ورزا بلندی چهارباغ، اونجا یک موقع عجیب است در بالای دوشنبه چهارباغ که در اونجا حصار و دوشنبه و وحدت و ورزا می نماید. استاد ترسونزاده اول میرفتن بالای ورزا، نیم ساعت همین کوه و دشت‌ها رو تماشا میکردن، زیارت میکردن. میگفتن که اکنون رفتیم خانه زن و بچه ها رو بینیم. یعنی که پیوند استاد با این کشور چقدر بود که مثلا با هر یک کوه و دره و بلندی و شهرش آشنا بودن مثل دوست. برای در آخری داستان گفتن که آمدم بر تاجیکستان عزیز تا ببینم روی یاران عزیز، تا برایم بر سری کوهسارها، سیر بینم کشورم رو بارها. این یعنی یک خیال، فقط یک وصف وطن به طریق شعر، نه، این یک حالت خودش. برای همین گفتن که در همین من نیم به آشیان پرنده، من نیم در لب تصادف خنده، در همین جای است منزلگاهی من، در همین جا گشت روشن راهی من، در همین جا من به دنیا آمدم، در همین جا چشم بینا آمدم. پس چرا گویند بعضی دوستان چند روزه آمدی تو مهمان؟ چقدر عصبی شده بودن که چرا مرا مهمان میگید؟ مهمان من نیستم یاران، حذر از چنین گپ‌های ناچسبان حذر.
در همین جای است منزلگاه من. یعنی که استاد در آخر عمر در داستان جان شیرین حرفشون گفتن که گرچه وطنم SSR میگه، گرچه من شهروند جهان هستم، اما در همین جای است منزلگاه من و من باید در همین جا باشم. بنابراین یکی از وصیتاشون این بود است که باید در تاجیکستان خاک شود، در خاک تاجیکستان مانند. بنابراین همین گونه وطن دوستی داشتن استادا و من آرزو دارم در پایان که همین گونه وطن دوستی نصیب هر یکی ما شود، هر یکی ما همین گونه پیوند عنصری با این خاک با این وطن داشته باشه. تشکر زیاد.